درود، چطورید؟ خوش اومدید به ویدیو جدید کانال کد استار. من توی آپارات چند نفر رو دیدم برای اینکه ویدیوشون جذاب و خفن و باحال شه. بعضیا، حالا همه نه، واقعا خیلی‌ها ویدیوهای خوبی ساختن، ولی بعضیا اومده بودن در مورد ناچ، نمیدونم، تئوریای چرت و پرت و الکی گفته بودن مثل مدگل و اینا. امروز اومدیم که داستان کاملا واقعی ناچ رو بررسی کنیم و هیچ بزرگنمایی نمیخوام بکنم، تئوریای الکی نمیخوام بگم. داستان عادی که ناچ داشته رو قراره با هم ببینیم و این ویدیو یه حقیقتیه در مورد ناچ، قرار نیست تئوریای الکی رو بررسی کنیم. امیدوارم از ویدیو خوشتون بیاد. لایک و کامنت و دنبال اگه بزنین خیلی خوشحالم میکنین، اگرم نزنین که به فلانتون عشق منید. و برو بریم سراغ ویدیو. ناچ به عنوان خالق بازی ماینکرافت شناخته میشه. ماینکرافت تو سال 2009 به عنوان یه پروژه شخصی شروع شد و به سرعت محبوبیت زیادی پیدا کرد. این بازی به بازیکن‌ها امکان میده توی دنیای ماینکرافتی با بلوک ها بسازن، کاوش کنن و بقا داشته باشن. حالا ماجرای ناچ و ماینکرافت اول از همه توسعه اولیه بود. اون تو سال 2009 اولین نسخه ماینکرافت رو منتشر کرد و از بازی‌های مختلف الهام گرفت و سعی کرد تجربه‌ای نوآورانه ارائه بده به بازیکن‌ها. 2. موفقیت سریع. ماینکرافت به سرعت مورد توجه قرار گرفت و تعداد بازیکنان اونا به میلیون‌ها نفر رسید. این موفقیت باعث شد ناچ تصمیم بگیره که شرکت موجانگ رو تأسیس کنه تا بازی ماینکرافت رو توسعه بده. با افزایش محبوبیت ماینکرافت، موجانگ به یه شرکت بزرگ تبدیل شد و تیم توسعه دهندگان بیشتر شدن. بازی بازرسانی های زیادی دریافت کرد و ویژگی های جدیدی به اون اضافه شد. در نهایت تو سپتامبر 2014 ناچ تصمیم گرفت که موجانگ رو به قیمت 2.5 میلیارد دلار به مایکروسافت بفروشه. این معامله باعث شد ماینکرافت به عنوان یکی از مهمترین دارایی‌های مایکروسافت شناخته شه. پس از اینکه ناچ موجانگ رو فروخت، از دنیای بازیسازی فاصله گرفت و ناچ نسبت به صنعت بازی انتقادات زیادی کرد. اون به دلیل فشارها و انتظارات عمومی تصمیم به دوری از پروژه‌های بزرگ گرفت و به کارهای شخصی و پروژه‌های کوچیک‌ترش رو آورد. پس ماجرای ناچ و ماینکرافت یه داستان موفقیت در صنعت بازی‌های ویدیوییه که نشان دهنده قدرت خلاقیت و نوآوری در دنیای دیجیتاله. ماینکرافت همچنان هم یکی از محبوب‌ترین بازی‌ها در جهان و تاثیر زیادی بر فرهنگ بازیسازی گذاشته. این بود از داستان ناچ، بدون پرداختن به تئوریای بی ربط و عجیب غریب. داستان ناچ رو براتون گفتم، امیدوارم که لذت برده باشید و ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. لایک و کامنت و دنبال و اینا اگه خواستید بزنید، اگه خواستید هم نزنید، عشق منید. و تا ویدیوی بعدی، فعلا خداحافظ.